بدون الگو میشه ابادوخ که نیاز به 2 قطع پارچه ریزشدار و 40 سانتی متر خرج کار داریم. در ادامه برش و دوختش رو با هم دیگه کار میکنیم. پارچه عرض 150 رو تا کردم ترکی روی ترکی. 2 قطع داشتم. یک بار هم به این حالت کار رو تا میزنم که پارچه رو حالت 4 لایه داشته باشم. از گوشه پارچه به اندازه 7 الی 9 سانتی متر روی مسیر ارزی به نسبت آزادی که در نظر دارم حرکت میکنم. علامت میزنم نقطه آ. روی قسمت دولای بسته به اندازه 2 سانتی متر پایین میام تا بتونم هلال یقه رو برش بزنم. حالا از نقطه آ به اندازه 40 تا 45 سانتی متر روی خط افق حرکت میکنم. این قسمت میشه نقطه B. از نقطه B به اندازه 8 سانتی متر عدد ثابت به سمت پایین حرکت میکنم. میشه نقطه C. نقطه C و A رو به هم با یه خط صاف وصل میکنم. نقطه C رو نسبت به خطی که روش قرار گرفته گونیا میکنم. قد خط گونیا شده باشه به اندازه 22 تا 25 سانتی متر. نامگذاری میکنم نقطه D. نقطه D خطی رو به موازات ترکی تا پای لباس رسم میکنم. خطوطی رو که روی پارچه رسم کردم به طور کامل برش میزنم و لبه پایینی پارچه رو که در حال حاضر دولای بسته هستش رو برش میزنم تا پنل جلو و پشت لباس از هم دیگه جدا شد. لایه رویه رو به عنوان پنل پشت میذارم کنار. برای قسمت جلو باید تغییراتی لحاظ بشه. از دولای بسته که همون مرکز جلو هستش 7 سانتی متر به سمت پایین حرکت میکنم و 7 سانتی متر به سمت داخل لباس حرکت میکنم. به گوشه گردن خطی رو وصل میکنم. این فضا به طور کامل فضای دوریز پارچه هستش. برای طراحی یوک قسمت جلوی سینه لباس به این ترتیب عمل میکنم. از گوشه گردن به اندازه 7 سانتی متر روی خط سرشانه حرکت میکنم. مجدد از گوشه گردن به اندازه 32 تا 36 سانتی متر به نسبت سایز مشتری به سمت پایین حرکت میکنم. خطی رو عمود نسبت به CF رسم میکنم با طول 10 سانتی متر و مجدد با یک خط صاف به این نقطه وصل میکنم. این قسمت رو من به طور کامل برش میزنم که بتونم به عنوان الگو روی پارچه خرج کار قرارش بدم. من از این پارچه به عنوان خرج کار استفاده میکنم. از رو تا میزنم که بهتر بتونید ببینید و از این قسمتی که از بدنه اصلی جدا کردم به عنوان الگو. اما دقت کنید یه سری تغییرات ما زمان زاپاسگذاری باید اعمال کنیم. با در نظر گرفتن راستای این پنل روی پارچه کار قرار میدم و دورگیری میکنم. دقت کنید حتما پارچه خرج کار رو به صورت دولا پهن کنید که 2 عدد از این یوک داشته باشین. یکی برای رویه و یکی هم برای سجاد. خط سرشانه احتیاجی به زاپاس نداره. خط یقه احتیاجی به زاپاس نداره. اما خط بیرونی قرار دادن 2 سانتی متر زاپاس براش الزامی هستش. این نکته رو هم یادآور بشم. این 2 سانتی متر زاپاس هیچ تأثیری توی آزادتر شدن یا حتی بلندی قد این یوک نداره. این 2 سانت الزامی هست. برای لبه دست عبا من مستطیلی رو به اندازه 2 برابر فاصله B تا C به اضافه 2 سانتی متر در طول و عرض 40 سانتی متر، در واقع همون 40 سانتی متر خرج کار رو به عنوان عرض من در نظر میگیرم. برای اینکه روی دست کشیدگی ایجاد نشه من این مستطیل رو از وسط تا میزنم و از قسمت در واقع زیر دست به اندازه 1 سانتی متر رو برش میزنم و به حدوداً 10 سانتی متر مونده به مرکز کار، یعنی در واقع دولای بسته کار رو هلال برش میزنم. ببینید در واقع اینطور براتون توضیح بدم که من یک تاج 1 سانتی متری برای
این قسمت در نظر گرفتم. حالا هر دو رو قرینه هم میکنم. دوخت‌های ابتدایی میشه دوخت‌های این قسمت‌های مربوط به لبه دست و دوخت یوک جلوی سینه. بهتر هستش که برای این یوک در قسمت جلو فضای گردی رو ایجاد کنید که نیازی به قرار دادن زیپ یا دکمه برای مرکز پشت و گوشه گردن نباشه. خطی رو با طول 5 تا 7 سانتی متر رسم میکنم. از طرفین این خط به اندازه 1.5 تا 2 سانتی متر به فرم یو خطی رو رسم میکنم. حالا روی این مسیر رو من ابتدا باید دوخت بگیرم و بعد از اون فضای بین کار رو دوریز کنم. در واقع مسیر دوخت من میشه همین مسیری که دارم برای شما خطش رو میکشم. میریم با هم دیگه مراحل دوخت رو کار میکنیم.